به عنوان مدیریت یک کلینیک زیبایی که توی روز حداقل بالای 5 کیس فیلر بادی رو هندل میکنه، میتونم این ضمانت رو به شما بدم که اگر این چند تا نکته توی پروسه درمان فیلر بادی رعایت بشه، غیر ممکنه که کوچکترین عارضه‌ای برای شما به همراه داشته باشه. فیلر تهیه شده باید از نمونه اصلی باشه و از کیفیت بالایی برخوردار باشه. دقت کنید که دوستان، اورجینال بودن فیلر کفایت نمیکنه. نه تنها فیلر باید اورجینال باشه، بلکه مراحل حمل و نگهداری فیلر هم باید تو دمای مناسب و شرایط مناسب بوده باشه. من دیدم که خیلی از همکارای عزیزمون جهت تزریق راحت‌تر و حجم‌دهی اولیه بیشتر فیلرهای بادی رو با سرم نورمال سالین قاطی میکنن. دقت داشته باشید، فیلرهای بادی تحت شرایط خاص با دقت خیلی بالا تولید میشن و هر گونه دستکاری و تغییر توی ساختارشون میتونه برای ما دردسرساز بشه. اولین مشکلی که این کار برای ما ایجاد میکنه کم کردن مدت ماندگاری فیلر تزریق شده هستش و باعث میشه که فیلر ما خیلی زودتر جذب بشه. و نکته دوم که از اولی هم خیلی مهمتره، ایجاد عارضه هستش. عزیزان دقت داشته باشید، هر تغییری در ساختار اصلی فیلر بادی میتونه برای ما دردسرساز بشه. نکته سوم این که دقت داشته باشید، تزریق فیلر بادی حتما توسط شخص خود پزشک انجام بشه. اونم نه یه پزشک معمولی، پزشکی که کاملا به شریان‌ها و نقاط حساس باستن آشنا باشه. و نکته آخر این که محیط تزریق فیلر بادی باید از قبل شروع پروسه درمان کاملا استریل بشه و از ابزار و تجهیزات یکبار مصرف و استریل استفاده بشه.